آی از ضرب تیری حرمله اون طفل لرزیدن گرفته اکد یک نگاهی به پدر او میلی خندیدن گرفته. عزیزان کربلان قدر در اوج مظلومیت قرار گرفت که همه شهدا شهید شدن، ولی هر کدام اونا با دشمن جنگ کردن، مبارزه کردن، نیزه زدن به دشمن، خنجر زدن به دشمن، ولی تنها سربازی از حسین علی اصغر شیرخواره، علی اصغر 6 ماهه نه جنگ کرده به دشمن، نه سخن گفته به دشمن، حتی خود معرفی نکرده به دشمن. ولی اصغر شیرخواره آیا با تیر و با حلقومیت اگر کار یک شمشیر رو کرد با چاره لب تشنگی ای کودکی به شیرو کرد با آسمانی کربلا شد لالگون از خونی و با خونی 70 دو تن را این چونین تصویر کرد. با تا غریبی پدر را دید و از جان شست و دست، با تا غریبی پدر را دید و از جان شست و دست، باز این سبب او حنجری خود را نشانی تیرو کرد. عزیزان وقتی تیر آمد بگلوی علی اصغر اصابت کرد، فضو به همین الاذن الی الاذن، از این گوش تا گوش دیگر را بریدن. اما وقتی امام حسین دست را میبره زیر گلوی علی اصغر، خون علی اصغر را به سمت آسمان پرتاب میکنه، صدا میزنه خدای این خلیل قربانی را از آل محمد قبول فرما. بعد خطاب میکنه به علی اصغر، صدا میزنه علی اصغر بابا، عزیز قلبی بابا، وقتی محضر پیغمبر خدا، وقتی خدمت علی مرتضی رفتی، هوش کنی از به آبی شکایت نکنی. آی و اصغر بلبلی خوش لهجه و خوش خانی پدر و داغ تو منطقیا آمد بر دل زاری پدر، با گریه از دردی گلو پیش پیامبر نکنی، با شرح به آبی خود را نزد حیدر نکنی، با شرح به آبی خود را نزد حیدر نکنی. عزیزان این رام خدمت شما کنم، زمانی که امام حسین علی اصغر را به سمت قتلگاه می بود، اون قدر علی اصغرش را دوست داشت، عبای خود را روی علی اصغر انداخت، حتی حسین راضی نبود. آفتاب کربلا به صورت علی اصغر بتابه. اما وقتی که علی اصغر را به سمت خیمگاه می آوره، همینی که نزدیک خیمگاه رسیدن، صدای پادر علی اصغر از خیمه بیرون شو، من علی اصغرت را سیراب آوردم. آیا با مادری اصغر بیا، اصغر میدان آمده، با غرقدر خون پیکری با چشم گریان آمده، با
مادری اصغر بیا اصغر در آغوشت گذار با رفتن در رسم و گاه با فتح شایان آمده. عزیزان شما میدانید مادران عادت داره همیشه بالهای کوچک را لای لای میکنه، اما مادری اصغر صدا زد حسین جان مولا جان علی اصغرم را بیاور، میخواهم برای آخرین بار برای علی اصغرم لای لای بخوانم، میخواهم علی اصغرم را لای لای نمای.